تو برنامه سکانس از کانال نکس فید قرار نگاهی بندازیم به نسخه جدید Call of Duty Black Ops 7 که تو Xbox Games Showcase 2025 یعنی خرداد 1404 معرفی شد. اتفاقی که این نسخه رو خاص میکنه اینه که تنها یک سال بعد از Black Ops 6 قرار عرضه بشه، چیزی که تا حالا تو تاریخ این مجموعه سابقه نداشته. اما حالا برسیم به داستان. بازی در سال 2035 اتفاق میفته. دیوید میسن، فرمانده سابق نیروهای ویژه که خیلی از Black Ops 2 میشناسنش، دوباره به صحنه برمیگرده. اما این بار دشمن‌ها فقط با اسلحه نمی‌جنگن. سلاح اصلیشون ترس و جنگ روانیه. یه گروه مرموز به اسم The Guild وارد میشن که با تکنولوژی ذهنی، کنترل و شستشوی مغزی بازیکنو وارد دنیایی میکنن که دیگه نمیدونی چی واقعیه و چی نه. روایت داستانی بازی پر از توهم، شک و نبردهای درونیه، جایی که دیگه مرز بین سرباز و قربانی مشخص نیست و مثل همیشه خط داستانی زامبی ها هم کنار گذاشته نشده. روایت دارک ایتر این بار حتی تاریک‌تر و عجیب‌تر شده، با مضامینی درباره ذهن ناخودآگاه و واقعیت‌های موازی. انگار بازی داره از یه جنگ خارجی تبدیل میشه به یه سفر ذهنی بی‌پایان.